سلام به همراهان همیشه که بینیدم فال. دوستان عزیزم، فال با پاندور در نظر گرفتم و یک کارتم برای تاییدش میکشم. پس 3 تا نفس عمیق بکش، تا 3 بشمر و نیتو تو ذهنت بیار. حاضری؟ و برای اینکه انرژیت با من یکی بشه عدد 786 رو برای من بنویس. یا حق. خب چی وای میسه؟ میگه که از یک دوست بپرس، میتونه نظرخواهی باشه، از یک مشاور، راهنمایی، یعنی یه راهی داره و یا از طرف شخص دیگه این مشکل برای شما حل میشه. ولی ببین شدنش تا 4 وعده دیگه براتون جشن و شادمانی افتاده و کسانی که قهرن آشتی و خوشحالی خانوادگی. آمین.